لبخند لثه یا گامی اسمایل موقع لبخند زدن مقدار زیادی از لثه بیمار دیده میشه و حتی میگن تو جامعه موقعی بهش میگن لبخند اسبی. یکی علتش اینه که فک بالا حرکت کرده اومده به سمت پایین. یه علت دیگهش میتونه لب بالا کوتاه باشه در صورتی که همیشه اسکلت و دندون ها نرمال هست. ممکنه دندان ها حرکت کرده باشن. مشکل اول باید جراحی فک بشه. مشکل دوم یک عمل زیبایی روی لب باید انجام بشه. مشکل سوم باید ارتودنسی بشه. یکی اشتباهی شایعی که تو جامعه ما اتفاق میفته اینه که اول میره سراغ متخصص زیبایی، نمیاد پیش دندان پزشک متخصص ارتودنسی و علت رو جویا بشه. خیلی مهمه که تشخیص و طرح درمان درست میتونه خیلی چیزا رو جلوشو بگیره. این کیسی بود که به من مراجعه کرده بود. مشکل اصلیش مشکل اسکلت فک بود، یعنی اسکلت فک اومده بود به سمت پایین. وقتی تشخیص نابجا واسش گذاشته شده بود، جراحی لثه کرده بودن واسش به جای که جراحی فک صورت بگیره. کل فک پایین بود، در حالی که فقط لثه هر اومده بودن این مقدارشو برداشته بودن و این به صورت نابجا استخوان از دست رفته بود، لثه از دست رفته بود، قد دندون ها به صورت نازیبا بلند شده بود، در صورتی که بعد فکه میرفته بالا به جای که لثه رو فقط ببرن بالا. خیلی مهمه که آدم وقتی میخواد مشورت بگیره از کی مشورت بگیره و طرح درمان مهمترین فاکتور در پزشکی است.